الان دنیا داره به این سمت میره که همه کسب و کارها به هر حال یه جایی باید از هوش مصنوعی استفاده بکنن. هوش مصنوعی بعضی از جا میتونه بهتر و دقیق‌تر از انسان توی پردازش تصاویر عمل کنه. هر تصویری که برای پردازش میخوایم استفاده بکنیم چه موجودیت‌هایی داخل اون تصویر هستن. کلاً توی زندگی روزمره ما انقدر هوش مصنوعی داره استفاده میشه که ما اصلا نمیبینیم. هوش مصنوعی خب تاراچش به چند دهه قبل حداقل برمیگرده که در واقع گفتن بیایم آقا ما به جای انسان که خودش یاد بگیره که چه رفتاری انجام بده. هوش مصنوعی کلا میتونه یه سری جاها به کسب و کارها کمک کنه که مقیاس بشن، اسکیل بشن. به جای اینکه آدم‌های زیادی رو به مجموعه‌شون اضافه بکنن و سربار هزینه‌ای و مدیریتی که براشون ایجاد میکنن رو در نظر داشته باشن، از سرویس هوش مصنوعی استفاده کنن. ما توی شرکت بارا یک فریمورکی دیولپ کردیم که با استفاده از اون بتونیم که توی زمان خوبی مدل‌های با دقت بالا و کارهایی رو توسعه بدیم که با استفاده از اون بتونیم سرویس‌های هوش مصنوعی ارائه بدیم. اگر شما جایی یه کاری رو با چشمتون دارین انجام میدین، تقریبا 99% من میگم هوش مصنوعی میتونه اون کارو انجام بده. یعنی ما میتونیم کارو انجام بدیم. ما کلا خدماتمون به 4 دسته کلی تقسیم میشه. یکی تو حوزه خدماتی که به فروشگاه‌های اینترنتی یا ای کامرس ها ارائه میدیم. فروشگاه اینترنتی خیلی اوقات یه کالایی که میخوام بزنن روی سایتشون برای فروش یه تصویری داره و میشه کمکی که ما به این فروشگاه ها میکنیم اینه که این پروسه رو بتونن اتوماتیک انجام بدن و وقت نیروی انسانی خودشون رو بتونن به شدت کاهش بدن توی این پروسه. دسته‌بندی دوم دسته‌بندی جستجوی تصویریه به طور کلی که شما توی یه مقدار زیادی تصویر بر اساس یه تصویر ورودی بتونید جستجو بکنید. مثلا یه چهره، مثلا یک لباس، مثلا یک کالای دکوراتیو. بهترین راه برای این کار جستجوی تصویری هست که با گرفتن عکس اون کالا میتونه مشابهاتش رو به شکل خیلی راحت‌تری پیدا بکنه. اگر حتی عکس زاویه‌اش با چیزی که توی فروشگاه متفاوت باشه میره پیدا میکنه بر اساس ویژگی‌هاش، بر اساس طرحش، رنگش، طول لباس، نوع یقه و غیره. حالا با توجه به چیزایی که براش تعریف شده. دسته سوم محصولاتی که داریم توی حوزه اسناد و مدارک هست. اینجا ما سیستمایی داریم که هم توی سمت گوشی و هم توی سمت سرور میتونه تشخیص بده همونجا که این اصلا توش عکس اون سندی که میخواد هست یا نیست. ضمن اینکه علاوه بر اون میتونه استخراج اطلاعات از داخل مدارک انجام بده. یعنی مثلا اگه قرار کد ملی فرض کنیم مثلا کارت ملی به دست بیاد یا تصویر فرد مثلا با تصویر روی مدرکش احراز بشه، همه این کارا با هوش مصنوعی با سرویسایی که ما ارائه میدیم میتونه انجام بشه. یه دسته دیگه از خدماتی که ما ارائه میدیم خدمات اختصاصی شده برای صنایع و شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلفه. مثلا یک سرویسی داریم در حوزه بیمه که برای بیمه بدنه ماشین ها کاربرد داره که وقتی تصادفی بین دو تا خودرو در واقع شکل میگیره، به جای اینکه یک ناظر بیمه بیاد و برآورد خسارت رو انجام بده، به صورت اتوماتیک از طریق تصویری که از ناحیه تصادف ماشین ها گرفته میشه ما به صورت خودکار بیایم و یه برآورد خسارت داشته باشیم از خسارتی که به ماشین ها وارد شده. بیزنس های متفاوت حالا باید این فرهنگ براشون بیاد که لازم نیست همه مسائل رو خودشون حل بکنن. وقتی که میدونن که قرار هوش مصنوعی بهشون کمک بکنه، تلاشی که داریم انجام میدیم اینه که ما تخصصمون رو بذاریم روی هوش مصنوعی و مسائل رو بشناسیم، سعی کنیم در قالب یه چیز عمومی تر یه سری سرویس آماده بکنیم که بتونه به افراد و کسب و کارها کمک بکنه که دیگه اونا نرن اون کارا رو انجام بدن که لزوما هم کار اصلیشون نیست.